آرام باشید. هیچی خلل نمیرساند. درست آزاد نشسته اید. قوای عجیب آرام کننده شما را فرا میگیرد. پناه باسوی شوری کیهان میطلبیم. با نام شعور کیهان سر میکنیم. به نیت شفا میشینیم. خدا رو در بین معینه سر گرفته آرام میشه. آرامی قوت است، اقتدار است. در آرامی آدم صحت می شود. در آرامی آدم ارادهش قوی می شود. در آرامی آدم به مقصدهایش می رسد. در آرامی آدم قوه جمع می کند. داروهای بدن حاصل می شود. عموما آرام شوید. زبان آرام کنید. در بالای این همین مشکلات های خود شما یک پرده آرامی را بار میکنید. برای همین معنی است آدم را در وقتی عصبانیتی و غضب یگان تصمیم گرفتنش، در وقت خرسندی یگان نیتی کار خیر کردنش ممکن نیست، جایز نیست که انسان در این دو حالت یگان تصمیمی بگیرد، یگان قراری بگیرد. از شاید ما حالتی که شما را فرا میگیرد حالت آرامی، حالت مخصوصی معینه سر. دم گیرید هم تن شما و هم روح شما. چقدر خوب و نغز نشسته اید. آرام و آسوده اید. بدن خود را حس کنید. این بدنی ما و شما شریف است. تحفه شعور کیهان است. مانند آن است که اگر ما و شما در یک ماشین میشینیم که ماشین کهنه باشد که امکانات های آن ماشین برای حرکت و برای دیگر کارها خیلی کم است، ولی بعضی ماشین های معاصر میشینید حتی دستت میشناسد، آوازت میشناسد، حرارت و همه چیزها را گپ میزنند، میبیند، میفهمد، درک میکند بسیار چیزها را. حتی به نزد دیوار اگر نزدیک بری ماشین سیگنال میدهد که به دیوار نزدیک رسیده ای. کن تصور کنید که خداوند اینقدر مخلوقات ساخته است. بینید چه خیلی مخلوقات ها دارد که درنده ها هستند، پرنده ها هستند، خزنده ها هستند. هر یکی آن یک افضلیت، یک برتریت خود را دارد. چنان طاووس و خسرو آفریده است، زیبا آفریده است. بعضیشون چنان بزرگ جسته، بعضیشون چنان دوند، بعضیشون چنان که خطرناک، بعضیشون با پر خود با کیم کجاها که پرواز نمی کنند، بعضیشون چنان شنا می کند که به قعر بحر می روند. ولی از همه بالاترین
آفریده خداوند این بدن ما و شما است. برای این بدنتون رو قدر کنید، چون بدن ما بابای آدم را ساخت خداوند. احسن گفت خودش را. برای همین تن آدمی را شریف گفتند که نفس دارد. برای آن همین تن و نفس ما و شما خداوند بهترین جای را آفریده است، بهشت. برای خودی ما و شما دیدار خودش را نصیب گرداند. پس آرام شوید، با دقت باشید، بدن خود را دقت دهید. در جایی که بدنتون سستی دارد قوت دهید. تصور کنید که آنجا را شما چقدر قوت میدهید. در جایی که درد از بالای آن را شما بگیرید و آن درد را یک چیزی بار کنید و از همه چیزی عجیب شما که شما آنجا را گردش خون دهید. حس کنید که چطور در شکم گردش خون می رود. یک نان نم از چکدان کنده را و سچاق پیچیده به شکم خود گرفته باشید. یا که پایهایتان را در صندلی آویزان کرده باشید، یا که در آبی گرم گرفته باشید. با سخنان ما شما با باطن خود وارد شوید. سخنان ما را بگیرید و آنها را اجرا کنید، رعایت کنید. ببینید چقدر شما میتوانید که خیال کنید که پای شما در درون یک تاسی پر از آب گرم است. یا که نانی در سچاق پیچیده گرم را در شکم خود گرفتن. یا که تصور کنید که چطور شما در یک دیوار گرم یا اتپلینه های گرم تخت پشت خود را زده باشید. یا که بعضی ها اوکال گرم میکنن. آهسته آهسته این گرمی در بدن شما پهن شده. شما حس میکنید که گردش خون رو شما با اراده خود در بدن پهن کردید. گوشت و پوست از این نرم و ملایم می شود. مانند یک لطه قاق را شما چون در آب میزنید نرم می شود. یک وزن فارم میگیرد. بسیار عجیبه که بدن ما رو یک وزن فارم فرا گرفته. داده شدید به حالت عجیب آرامی و آسودگی. دم گیرید.
هم تن شما و هم روح شما. چقدر خوب و نغز نشسته. یکدیگر را حس نکنید. برای یکدیگر خیر خواه باشید. باز فکرتان میگریزد، باز فکر با سخنان ما به بدن خود پیوست کنید. باز فکر و جایهایی ببرید که آنجا را شما بدن خود میگویید. عضوهای خود، اندامهای بدن خود برید. البته زمین دائم بدن ما را به طرف خود میکشد. اکنون حس کنید که از درون بدن چطور یک نور عجیبه، یک قوای عجیبه به طرف زمین می رود. در زندگی شما چیزی رو برداشته اید یا چیزی رو تله زده اید. تصور کنید که شما در خانه یک استال دارید، اون استال می خواهید که تله زنید. یعنی کم تا جایش احساس کنید. همین حسیات برید در معینه سر و شما تله زده مگنیت خود را، روح خود را به زمین پیوستید. سلام بر توی زمین. شکر شعوری کیهان. نادا شده اید به حالت عجیب آرامی و آسودگی. حالت مخصوص معینه سر. حالتی که ما و شما را خیلی به دنیای نگر میبرد. شما امروز یک چیزی را در وجود خود پیدا کرده اید که آن اراده است. شما سر کردید از چیزی عادی گردش خون به بدن میبرید. شما یک چیزی سر کردید که گردش خون در بدن پهن کردید. شما از یک چیزی سر کردید که گردش خون و عضوهای لازمی بردید. گردش خون درد نیست میکند. گردش خون بدن قوت میدهد، تازه میکند. حس کنید گردش خون رو در بدن خود. راست بستید. درست بشینید. آن چیزهایی که حالا شما حس میکنید که شما رو چیزی در درون ناراحت کرده ایستاده است، این البته قلب ناآرام شما است. این البته آن است که بدن شما را گوش نمیکند. بدن شما هر چی که میخواسته است همون میکرده است. اکنون امروز شما اراده‌مند آمده اید. اراده‌مند که بدن خود را دگرگون سازید. با اراده گردش خون به جایهای درکاری برید. خون اراده را گوش میکند. حالا برید به قفس سینه تا که گرم کنید قفس سینه را. قفس سینه که گرم شد، بلغم خشک می شود. حس کنید گرمی را در قفس سینه. گویا که شما در پشتتون چسبک های قلمفوری مانده باشد، پرساب پلاستر. حس کنید آنها را.
شما یک چیز شکیده باشه در قفس سینه که با پوست قفس سینه شما رو گرم میکنن. فکرها میگریزن، باز فکرها به همین چیزی که گفتیم بیارید. آهسته فکر میآید و در قفس سینه میشینند و ما آنجا را حس میکنیم که گرم شده است. پشت سر را حس کنید که چطور گرم می شود و قوای جاذبه زمین به طرف خود اما سیاهی وزمینی را کشیده می گیرد. از آن جمله غم، اندوه، درد، تاریکی، هر وزمینی مشکلاتی که هست به طرف زمین می رود و طور سرکشاده شده نوری عجیب کیهان وارد سر می شود. در کیهان البته نوری قوای الکترومغناطیسی است. این قوای الکترومغناطیسی نور محمدی است. نور محمدی رحمت است برای عالمیان، برای هر کسی که سکوت میکند، چه هندو باشد، چه چینی، چه اروپایی، چه امریکایی، از این نور بهره میبرد. این نور برای همه است. داده شوید به حالتی که شما را فرا میگیرد. حالتی است، حالت آرامی، حالتی است که از بدن ما یک نور آزاد میگذرد. بعضی شما آن را شاید حس نکنید، بعضی شما شاید آن را ببینید، بعضی شما آن را ببویید، درک کنید، بعضیتان فهمید. سختی بدن آب می شود. ما با طبیعت هماهنگ می شویم. آهسته آهسته حس می کنیم که هر یک نفسی ما بدن ما را سبک می کند. هر یک نفسی که ما می براریم بدن را تازه می کند. ما آهسته آهسته حس می کنیم که بدن ما فراموش می شود. گاهی ما دستا را فراموش می کنیم، گاهی ما پای ها را، و همینطور آهسته آهسته هوش ما می ماند در بین میانه سر. بدن شما کرخت و به حس شده هم میگیرد. من تا حساب 7 می شمارم و مرویم تا حساب 7 میرسم. شما در حساب 7 به حالت عجیبی فراموشی بدن می آید. بدن را به حال خود می گذارید، آن را نمی جنبانید و شما می بینید که بدن خودش را صحت می کرده است و شمال کیهانی از بدن ما می گذشته است. این نور در ما مانع نمی شود. یک، خدا یکتاست، واحد و احد است. همه آفریدهای خداوند جفت جفتند. دو، اونهایی که در عالم ماتریالی هستند، مادی هستند، با دقت باشید. شما میدانید که بدن خود را به حال گذاشته ایستادید. فراموش نسازید. وقتی که ما بدن از این حالت میخیزانیم، بدن به درد، سبک و صحت است انشای خدا. 3، حدود است. تا 3 روز قهرگی، تا 3 روز رنجش، تا 3 روز ماتم، شرط قاضی تا 3 بار، یعنی 3 حدود است. از 3 نگذرانید. شما بدن خود را بر علا حس میکنید. میدانید که بدن خود شما آهسته آهسته
یک داروی آرام کننده، کرخ کننده، بهیز کننده استفاده برده باشید. آهسته آهسته بدن شما فراموش می شود. بدنتان را نجنبانید و بسیار بالا باشید. بدانید، آگاه باشید. بدن شما یک وقتی معین باید در حالت آرامی و به حرکتی قرار بدهید. وقتی که بدن در این حالت قرار میگیرد، داروهای خودش استحصال میکنند. احساساتی که در وجود شما هست، آن فکرهایی هست، بدن دیگر عذاب نمیدهند. بدن به صحت کنی خود سر کرده است. نه تنها ایمونیتیت بدن، قوه مسئولیت، فرشته سلامتی کار کرده ایستاده است، بلکه کیهان هم با موجهای، با شمالهای مگنیتی و نوری خود از بدن ما میراند همه چیزی که در ما جمع شده بود، سبب ناراحتی شده بود. شما میدونید که همه چیز از یک موج سر میشود. آن موج بد است یا نیک است در یک الکترون ما ثانیتر در اتم و بعد مولکولا و در حجره ظهور میکند. یعنی همین طور حجره و تمام بدن اثر میرساند. پس بدانید که سرشوی انا همون بیماری های ما و شما از یک موجی بودن که یا در باطن حاصل می شود یا اینکه در بیرون حاصل می شود و به بدن وارد می شود. یا می تواند که گین کسلی را بیدار کند یا که گین صحتی را به کار اندازد. برای همیشه درست بشینید و آماده و بدانید که شما می توانید از جمله سالمان باشید اگر شما پای در هم این سکوت رعایت کنید، اجرا کنید. نابسته به آنکه صداهای گوناگونند، واقع و حادثه های گوناگون است. برای ما شرط نیست که تماما شما خپ و تماما جایی باشد که آنجا صدایی نباشد. چون این لازم نیست، چون که ما و شما باید بدانیم که در هر شرایطی نباشد، باید سکوت کنی را یاد گیریم، آن را بتانیم، آن را اجرا کنیم. با آن نتیجه میدهد. شما حس کردید، فهمیدید، بدن خود را به حال خود گذاشته اید. چقدر خوب و نغز نشسته اید، آزادید. بدن به زمین و به کیهان پیوست است. بدن به تازه کنی خود و صحت کنی خود سر کرده است. آهسته آهسته شما بدن به حال خود میگذارید. 4 ما از 4 عنصر ساخته شده ایم: آتش، هوا، آب و خاک. اکنون بدن ما با متعادل کنی این 4 عنصر سر میکنند. آتشی که برای ما و شما نه گرمی ایجاد میدهد و نه ما را میماند که خونو خوریم. هوایی که میرسد و همه غذاهای در بدن ما درست از خود می شود. بدن ما از هوا سبک می شود. هر نفس ما سبک شوی هست. بدن آهسته آهسته فراموش و کرخت و بهیس می شود. آب بدن گردش خود و خون را به همه جای بدن می برد و تازه می کند و غذا هست. آرام می شود بدن ما مانند کودکی که شیر می خورد. آرام می شود و خوابش می گیرد. خواب براحت، خوابی که بعد آن می خیزد کودک باز کلانتر شده است. و همین طور شما بدن ما و شما وقتی هر بار سکوت میکنیم ما میبینیم که کلانتر و صحت‌تر شده است، سالمتر گشته است. البته خاک بدن ما دائم قوت میگیرد از خواب و دائم غذاهای خورده در بدن میچسبند. ما استوار میشویم در گپ و در عقیده خود. و ما عقیده داریم که چنین کار ما را صحت میکند. با چنین کار پیامبران وحی میگرفتند. با چنین کار پیامبران مردم طبابت میکردند. با چنین کار طبیبان زیادی پیش روحی بودند، مردم طبابت میکردند. با چنین کار بسیاری مردم صحت میشوند. و این یکی از راههای طبابت است که کهنه‌ترین است که هنوز از دوره‌های حضرت ادریس آمده است که این طبابت با نور، طبابت با انرژی و سختری آن را رسول اکرم میکرد که ماه را دوتا کرد
و مرده رو زنده کرد و تبابت میکرد و مردم رو چشماشون بسیار کارهایی میکرد که ولی میگفت که معجزه من این کلام شریف است و اینها رو نمیشمارید آن که بگوییم که آن چیزی که مردم در آن از در حیرت میزدند. البته در زمان حضرت عیسی وقتی که با همین انرژی روح پاک تبابت میکرد مردم حیرت زده میشد. فقط برای ابو جهل پیغمبر خدا درود و سلام بر او 600 معجزه رو اجرا کرد. یاد شوید به حالتی که شما رو فرا گرفته است. حالتی عجیب آرامی و آسودگی است. حالتی که از بدن میگذرد چیزهای عجیبه. پنج و ما پنجه داریم و هیچ کس نمیداند چرا که ما 5 انگشت داریم. حتی که پایه های حیوان ها رو هم بینیم، حتی همین مرغ بینیم 5 انگشت دارد. با 3 تاش ره میگردد، 2 تای دیگرش بالاتر هستند. تا پری پرنده را گیریم 5 تا انگشت دارد، یعنی 5 سم دارد، 5 شاخه دارد. این خودش میداند حکمتش. شش بدنهای استرسیاتی عجیبی میکنند. در پیش نظرتان شما چیزهایی را میبینید که شما را غم میدانند. فکرهای میان به سرتان که شما را غم میدانند. حسیاتهایی که از بدن میان که شما را غم میدانند. اکنون شما میتوانید که آنها را تیله زده از خود دور کنید. اونها رو تیله زنید و از خود دور کنید. مثلا فکری که پیش از آبت میداد، اون رو آب کن با اراده خود. قبولش نکن، در سر در آمدنش نمان، تحلیلش نکن. یا که سستیه که در بدن در عضوهاتون حس میکنید، آن را با اراده قوت دهید. ترستان نزنید. آنچه که پیش شما را ناراحت میکرد اکنون در نظرتان ناچیز میشود. حتی که سخت‌ترین ترسم بیاید، با دقت باشید. شما در پیش نظر خود، در حسیات خود، در فکرهای خود آن چیزهایی را میبینید که شما را عذاب میدادند. شما آنها را تیله زده از بدن دور میکنید. میتوانستید کو؟ میشده است کو؟ تا این روز شما بال و پر اراده خود را نکشاده بودید. تا این روز اکثر شما آن را استفاده نمی برد و هر چی که وارد میشد به سر شما آن را قبول میکردید، خوش آمد میزدید. اکنون بدانید که شما چیزهای درکاری و چیزهای نادرکاری دارید. خیلی میگن امر معروف و نهی منکر. آن چیزی هست که برای شما در کار نیست، آن را از خود دور کنید. آن چیزی که با شما منفیت آور است آن را قبول کنید. اکنون یاد گرفتید که آهسته آهسته هرچند که شما نه این کار را سر کرده اید، شما یک چیزی رو که معقول نیست با شما را ناراحت میکرد، آن را تیله میزنید، آن را از خود دور میکنید و میتوانید و در درون شما یک صدای پیدا شده است: من میتوانم که از عهده این بیماری برایم، من میتوانم که صحت باشم،
من میتوانم سالم باشم، من میتوانم کارهایی را کنم که پیش کردن نمیتوانستم. آنچه که مرا ناراحت میکرد در نظرم ناچیز میشود. من میتوانم، من غالبم، من صاحب خودم هستم. انشای خدا مرا کمک میکند و من با کارهایی که میدانم و یاد گرفتم، با این واسطه این چیزها را از خود دور میکنم و در زندگی مقصد دارم. حتی درد نمیتوانید بزنید. قوت دهید در جایهای در کاری. حسیاتی پیشینه‌ای که ناراحت شده بود آن را زنده سازید. تارهای عصبتان را زنده کنید و آنها به کار می‌درآیند. و شما اجازت دادید که ایمونیتت شما اکنون و صحت کنی آن کسلی هایی که در نهاد شما هستند سر کنند. شما می توانید که به باطن خود وارد شده اید. می توانید که اکنون آنجاها را هم بزنید و از تگ دل دور کنید ترس های پیشینه را، کهنه را، خیال حادثه ها را. می توانید اکنون در زبان دل خود بگویید می توانم این کار را کردم. می توانم این کارها را کردم. می توانم کارهایی را کنم که پیش نمی توانستم. من ترس هستم، دلیر هستم. حتی شما می توانید که آهسته نه تنها اشاره‌های دیگر، حرکت‌های دیگر، بلکه سلفه زدن را هم اداره کنید. بدن شما روز تا روز گیر می شود. روان شما تازه می شود. آن چیزهایی که پیش شما را ناراحت می کردن در نظرتان ناچیز می شود. شما کارهایی را می کنید که پیش کردن نمی توانستید. و دائم در صدای شما این چیز سخن، این عبارت صدا می دهد: من می توانم صحت باشم، من سالمم. از آن چیزهایی که پیش مرا ناراحت می کردن اکنون من ناراحت نمی شود. 6. خداوند در 6 روز آسمان ها و زمین را ساخت و برای همین هفته پیدا شد. 7 شماره مقدس است. و هر باری که شما هفته میشنوید شما صحت میشوید. سخنان ما با یادتان میاد.